سلام دوستان عزیز، انشالله که صحت و سلامت باشین. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای مربوط به حساب پیپل. در این آموزش کارت بانکی خود را با حساب پیپل وصل میکنیم. مرحله اول، در حساب تجاری پیپل خود وارد شوید. مرحله دوم، بالای فایننس کلیک کنید. مرحله سوم، بالای بانکس اند کارتس زیر والت کلیک کنید. مرحله چهارم، بالای لینک نیو بانک زیر بانک ها کلیک کنید. مرحله پنجم، حساب بانکی خود را انتخاب و وارد شوید. مرحله ششم، در جریان 2 روز کاری پیپل 2 عارض امتحانی برای شما خواهد ساخت. مرحله هفتم، به خاطر تایید کردن حسابتان دوباره به بانکس اند کارتس بروید. مرحله هشتم، بالای بانک اکاونت کلیک کنید. بعداً بالای کانفرم ناو کلیک کنید. مرحله نهم، 2 عارض امتحانی را که دریافت کردید وارد کنید. مرحله دهم، بعداً برای ختم لینک کردن حساب بانکی تان بالای کانفرم یور بانک کلیک کنید. حالا شما وصل شدید و آماده هستید هر زمان پول خود را نقد کنید.